حکومت گپ زده گپمون حیف کردنی هم نیستیم، زیرا اینکه گپ برای اونها فایده نداره، زیرا اینکه وایو وظیفه خودشونه اجرا کردن، با قانون قاعده کفری خودشون عمل کردن. قلبشون با چنون زنگ زدگی که نه گپی خوب نه نصیحت به اونها تاثیر میکنه، اونها را تنها سلاح اصلاح میکنه. لیکن امروز ما از اون ملاهایی که به خاطر آرام زندگی کردن، به خاطر مال و منصب سکوت اختیار کردن، ما ای اونها گله داریم که اونها فتنه را دیده ایستاده، غلبه کفر به بالای ایمان را دیده ایستاده، یگان چاره نمیاندیشند. برعکس کسانی را که برای پیدا کردن حق به مسجد میرن، با ایمان اونها بعض این دملاهای دجال دین فروش خیانت کرده، طاغوت برای اونها تعریف میکنن. مردم برای حق پیدا کردن به مسجد میرن، مهر طاغوت در دل آنها جای میکنن. طاغوتی که با الله ایمان آوردن، الله سبحانه و تعالی در اول با طاغوت کافر شدن شرط کردگی. یعنی که بعضی دملاهای دجال برآمده طاغوت به مسلمانان تعریف میکنه، در حق طاغوت دعا میکنه. پس چخل